سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. جلسه اولو با استراتژی تخصصی اسمارت مانی شروع میکنیم. من با اجازهتون یک بک‌گراندی برای ابتدای این استراتژی ها درست کردم. عکس خودم هم اینجا گذاشتم، امیدوارم آزاردهنده نباشه براتون، به خاطر اینکه بالاخره برای این ویدیو ما یک چند نفری هستیم که بخشی از کارو، هر نفر بخشی از کارو به عهده گرفته. کسایی نیان از این ویدیو بالاخره هستن، قصد توهین به کسی نداریم، میخوان این ویدیو به نام خودشون استفاده کنن یا هر سوء استفاده دیگه، بالاخره کار از محکم کاری عیب نمیکنه. جلسه اول بچه ها از اسمارت مانیو شروع میکنیم. برای کسایی که این ویدیو رو برای بار اول دارن میبینن، لطفاً کسایی که کندل شناسی بلد نیستن، آشنایی با بازار فارکس ندارن، این ویدیو مختص اونا نیست، اصلا این ویدیو رو نگاه نکنن. و اگر میخواید به این استراتژی آشنایی داشته باشید و این ویدیو رو نگاه کنید، باید یک حداقل آشنایی با کندل شناسی داشته باشید. پیشنهاد میکنم کسایی که دارن این استراتژی رو همراهی میکنن و میبینن، یک مروری به استراتژی اول ما، درک عمیق رفتار و قیمت به زبان ساده، حاوی 46 تا ویدیو هستش. اون هم یه نگاهی بندازن، بالاخره نیازه برای اسمارت مانی، چون الان به روز ترین استراتژی از نظر من اسمارت مانی هستش و ویدیوهای این استراتژی خیلی بیشتر از استراتژی‌های قبل هستش، نیاز به تمرین داره. سعی میکنم توی این ویدیوها تایم ویدیو بیشتر از 30 دقیقه نشه، کمتر از اون واقعا نمیشه، چون مبحث خیلی گسترده است و نیاز به توضیح داره. امیدوارم این ویدیوها رو ببینید، به خوبی روی چارت تمرینات لازم رو داشته باشین و طبق معمول سابسکرایب کانال یادتون نره. این یک کانال تلگرامی هستش، خیلی از مبحث ها رو اونجا میذارم من و توی این کانال تلگرام، این اینستاگرام منم، این آدرس این پایین براتون گذاشتم. اینجا هم مطالب جدیدی میذاریم اینجا که مطمئناً با استراتژیایی که درس میدیم مرتبط هستش. خب دوستان عزیز، من ابتدا روی چارت سعی میکنم این ویدیوها رو تا جایی که هست به زبان ساده براتون توضیح بدم، ولی طبق استراتژی قبل اگر آشنایی داشته باشین، بعضی وقتها توی ویدیو نیاز من به صورت شماتیک برای شما بکشم، بعضی موقع هم نیازی به اصلا این رسم خطوط نیست و مستقیم بریم سراغ اصل مطلب. اگر بخوایم بحث اسمارت مانی رو از ابتدا شروع کنیم، قبل از این که بحث اسمارت مانی رو ما اصلا این بحث به وجود بیاد، که تقریبا استراتژی بانک ها هستش، یعنی به حالت تخصصی ترین نوع استراتژی که بانک ها ازش استفاده میکنن، همین استراتژی اسمارت مانی یا همون پول هوشمند هستش. قبل از اینکه این استراتژی مورد استفاده قرار بگیره، از خط روند استفاده میکردن که هنوزم خیلی استفاده میکنن. یعنی یک خط روندی رو ما رسم میکردیم روی
چارت و تا زمانی که با همین خط روند ما هم سقف و کف‌های جدیدی داشتیم، همین که سقف و کف‌های جدید و همین که خیلی راحت میگفتیم تا زمانی که این خط شکسته نشده روند مارکت عوض نمیشه. کف‌ها رو دیگه من براتون نمیکشم که طولانی نشه ویدیو. یک خطی رو از همین رگرشن ترند استفاده کنیم تقریبا به این حالت بچه رسم نمیشه چون روی چارت نیستش. اینجا من یک توضیح بدم براتون به این صورت. با همین روند، با همین استراتژی، با همین روش کانال می اومدن ترید میکردن و میگفتن که تا زمانی که این قیمت داخل این محدوده است، قیمت بازار صعودی هستش و وقتی که اومد قیمت خط ترند لاین ما رو شکوند، خب بازار نزولی میشه و می اومدن یک پوزیشن سل از این میگرفتن و ادامه روند میدادن یا بالاخره مارکت روندش از اینجا و وارد یک کانال نزولی میشد. اما بحث اسمارت مانی الان خیلی گسترده است. خط روند از اون جایی که میدونید واقعا خیلی باگ داره و خیلی کسایی که با خط روند کار میکنن میدونن که اشتباه خیلی داره خط روند. نمیخوام زیر سوال ببرم این استراتژی، همین الانش هم خیلی ازش استفاده میکنن، ولی در مورد اسمارت مانی خط روند دیگه جوابگو نیست، یعنی اصلا جایی نداره در اسمارت مانی. ببینید ما الان اگر مثلا این خط روند رو من داشته باشم، همین الان خط روند رو من ببینید اگه ادامه بدم به سمت پایین بالاخره تا اینجا الان اومده، ببینید باگایی که این خط روند داره اینجا، ببینید جایی که اومده با بدن، ببینید یک بار دو بار اومده با یک کلوزی که با بادی بوده تشکیل شده، اینجا دوباره تکرار کرده ببینید، ولی دوباره برگشته بالا و روند خودش رو ادامه داده. یا جایی دیگه بخوایم خط روند رو رسم کنیم در مورد اسمارت مانی، ببینید خط روند رو من میخوام الان رسمش کنم تا اینجا درسته، من همین رو ادامه بدم. اینجا کاملا مشخصه که باگ داره و اینجا اصلا از قیمت از این خط روند خروج داشته و اینجا اصلا باید مارکت اصلا روندش رو عوض میکرد که نه، دوباره برگشته و خیلی استاپا رو فعال کرده. اما در مورد اسمارت مانی، همون پول هوشمند، ما با خط روند دیگه کار نداریم. این خط روندی که دارم اینجا براتون رسم کردم برای معمولا که نه، بیشتر کلاسیک‌ها با این خط روند کار میکنن و یک حالت داینامیکی هستش. ولی در اسمارت مانی یا اونایی که آی سی تی کار میکنن با روش بانک ها ترید میکنن، ما دیگه با خط روند کاری نداریم، این حالت استاتیک ما کار میکنیم، با ساختار بازار ما کار داریم. باید به ساختار بازار نگاه کنیم. ساختار بازار که در استراتژی اول در موردش توضیح دادیم، قیمت از یک جایی شروع میشه بالاخره یا نزول یا صعود، از یک جایی شروع میشه حرکت میکنه میره سمت بالا تا یک جایی بالاخره اینجا ترمز اون قیمت کشیده میشه و بعد شروع به اصلاح میکنه، شروع به اصلاح میکنه تا یه جایی میاد قیمت اصلاح میکنه که این اصلاح میتونه تا کف جایی که قیمت از اینجا شروع شده میتونه ادامه داشته باشه. ولی خب ما چون اینجا به صورت شماتیک میکشیم و به زبان گویا، به زبان ساده 50% میگیم قیمت اصلاح کرده و از اینجا حرکت میکنه
دوباره تا قیمت زمانی که اینجا هستش، اینجا یک سقفی هستش که روبروش هست، تا زمانی که قیمت از این سقف عبور نکرده که فعلا یک رفتاری توی بازار هستش و تقریبا میتونیم بگیم که بازار نزولی صعودی هستش. چرا؟ چون لگی که قیمت رو تشکیل داده به حالت صعود معمولا میبینید اصلاحش کوتاه‌تر از لگ اصلی خودش است. وقتی که سقف روبروی خودش رو شکوند، به همین رفتار، به همین شکلش که دارم براتون میکشم، اینو بهش میگن یک ترند. اینجا ما تشکیل شده برامون یک ترند صعودی داریم. سقفی بالاتر از یه سقفی تشکیل داده اینجا و سقفی بالاتر از سقف قبل خودش. از اینجایی که قیمت شروع شده یک کفی داریم، از اینجایی که قیمت مبدأ قیمت، و یک کفی بالاتر، یعنی سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر. ساختار بازار الان به صورت صعودی هستش. صعود بازار داره ما نشون میده تا زمانی که تا زمانی که یک سقف و یک کف جدیدی برای ما تشکیل بشه. ببینید اینجا یک سقفی داشتیم، دوباره یک سقف جدیدتر، یک کف و یک مبدئی که اینو به عنوان کف بازار و کف قیمتی اینجا در نظر میگیریم. ما بین دوتا سقفی که تشکیل شده ما یک کفی داریم که به همین کف میگیم کف مؤثر که اینجا هستش، و به سقفی که تشکیل شده در این ترند صعودی میگیم سقف مؤثر. حالا کاربرد این سقف و کف مؤثر چی هستش؟ کاربرد این سقف و کف مؤثر این هستش تا زمانی که قیمت در این محدوده برای من حرکت میکنه، دیدگاه من صعودی هستش. یعنی من هیچ تریدی و هیچ پوزیشنی رو برای نزول قیمت، یا به زبان ساده تریدرها بگیم سل، اصلا دیدگاه سل یا دیدگاه ریزش رو این قیمت نداریم. چرا؟ چون سقف‌های بالاتر داشتیم و کف‌های بالاتر و الان در یک لگ صعودی هستیم. در این زون و در این محیط هر چقدر قیمت بخواد برای من بازی کنه، هر چقدر قیمت بخواد برای من سقف‌های بالاتر بزنه، دیدگاه من همچنان با سقف‌های پایین‌تر برای من بزنه، معذرت می‌خوام، دیدگاه من همچنان صعودی هستش و من انتظار دارم این اصلاح قیمتی در این لگ صعودی یک جایی برای من پایان داشته باشه و از اونجا روند صعودی خودشو تشکیل بده، که من دقیقاً از همون ابتدای تشکیل روند، یعنی از اون جایی که قیمت میخواد شروع کنه، از همون ابتدای روند وارد مارکت بشم و وارد پوزیشن فول بای بشم و از اونجا بای خودم رو بگیرم. مطلب مهمی که اینجا هستش و خیلیا، چه کسایی که تازه شروع کردن اسمارت مانی رو دارن کار میکنن و آی سی تی کار میکنن، این هستش که واقعا روی ساختار بازار تسلط کامل ندارن. کسایی که تازه شروع به ترید کردن بچه‌ها، و باید اول قبل از هر چیزی باید ابتدا ساختار بازار رو تشخیص بدین. یعنی تا زمانی که من ساختار بازار رو ندونم رو چه ساختاری هستم از مارکت، تمام پوزیشن های من میتونه پوزیشن های اشتباهی باشه. اگر بخوام روی مارکت برای شما مثال بزنم، ببینید ساختار کلی بازار الان
همونجوری که براتون بالا براتون توضیح دادم. ببینید مارکت از یک جایی شروع شده، یک کفی داشتیم، یک سقفی تشکیل شده و دوباره یک اصلاحی داشتیم و دوباره یک سقف جدید. همینجوری ببینید دوباره یک اصلاح و دوباره یک سقف جدید و یک اصلاح، دوباره یک سقف جدیدتر، یک اصلاح و یک سقف جدید، دوباره یک اصلاح و اینجا هم فکر کنم یک سقف جدیدتر داریم. اینجا الان کلا مارکت برای ما یک روند صعودی رو داره. جایی که میگم خیلیا ببخشید معذرت میخوام بچه‌ها، اصلا سیستم قاطی کرد یه لحظه. جایی که میگم خیلی امکان داره اشتباه کنم بچه‌ها، تا زمانی که ببینید الان سقف و کف‌های جدید من توی ترند اولیه‌ای که برای من تشکیل شده میتونه این سقف جدید من باشه، این سقف موثر من باشه و این کف موثر من باشه. تا زمانی که قیمت در این رنج برای من بازی میکنه، من همچنان دیدگاه من دیدگاه صعودی هستش. وقتی که قیمت سقف روبروی من رو شکوند رفت بالا، من موظفم این سقف رو آپدیت کنم ببرم بالاتر و کفمو بیارم جایی که قیمت مبدأش از اونجا شروع شده، یعنی پایان اصلاحش اینجا بوده دیگه. همین روند و همین حرکت رو من تکرار میکنم، دوباره سقف جدیدتر آپدیت میکنم و کف جدیدتر از جایی که قیمت استارتش زده، دوباره یک کف جدیدتر، یک سقف جدیدتر و یک کف جدیدتر. اگر دقت کنید بچه‌ها، اینجا مخصوصا این قسمت که کف بازار من، کف مؤثر من اینجا بوده و سقفی داشتم اینجا، اینو من براتون پاک کنم که متوجه بشین. تو همین یه قسمت میبینید که سقف کف های پایین تر هم زده، یعنی اگر من بیام یک تایم فریمی بیام پایین تر، اشتباهاتی که در موردش دارم صحبت میکنم، الان کف مارکت من، یعنی تا زمانی که قیمت در این رنج، در این محیط هستش، تو این زون هستش، من دیدگاه هم به مارکت یک دیدگاه صعودی هستش، یک دیدگاهی هستش که باید صعود باشه. ولی اینجا میبینید حالا هممون این ایراداتو داشتیم، هممون این مشکلاتو داشتیم، کسایی که ابتدا شروع به ترید کردن. خب میاد نگاه میکنه به مارکت، میگه خب سقفی اینجا داشتم اومده، یک کفی تشکیل شده، دوباره یک سقف پایین تر، یک کفی پایین تر، یک سقفی پایین تر و یک کفی پایین تر، پس مارکت نزولی شد. در حالی که نه، سقف و کف هایی که بین سقف و کف های مؤثر اصلی من تشکیل میشه، اینا همش سقف و کف های غیر مؤثر یا همون به زبان ساده فیک هستش. حتی این صعودی که هم دارم میبینید، اینم باز در اسمارت مانی، حالا در جلسات بعدی براتون توضیح میدم، این سقف و کفای جدیدی که هم تشکیل میشه، اینا هم به صورت فیک هستش. یعنی قیمت در اسمارت مانی یا همون پول هوشمند، در جلسات آینده براتون توضیح میدم، باید به یک محدوده خاصی برسه، به اون محیطی که باید برسه، به اون زون باید برسه، به اون ناحیه مشخص باید برسه. بعد از اونجا اون سقف و کف جدیدی که برای ما تشکیل میده، بهشون میتونیم بگیم، عذرخواهی میکنم، میتونیم بگیم که قیمت از اینجا روند اصلی خودش رو شروع کرده. ببینید الان چقدر ما سقف و کف جدید داریم اینجا، دقت کنید. سقفی که این بالا داشتیم، دوباره یک کف، یک سقف جدیدتر، سقف پایین تر، یک کف پایین تر، همینجوری. اگر اینجوری براتون بکشم تایم ویدیو زیاد نشه، ببینید سقف پایین تر، دوباره کف پایین تر، دوباره یک سقف پایین تر، دوباره یک کف پایین تر. خب اینجا
سقف پایین تر. کاملا مثلا اینجا واقعا روند عوض، اینجا اصلا روند عوض شده، روند نزولی رو من دارم. ولی اگر ما اسمارت مانی رو کار کرده باشیم یا کسایی که آی سی تی کار میکنن، این کف و سقف هایی که اینجا برای من تشکیل شده کلن یک اصلاح هستش و قیمت باید به محدوده‌ای که من در نظر گرفتم، اونایی که اسمارت مانی کار میکنن و آی سی تی کار میکنن میدونن که قیمت در حال جمع کردن نقدینگی هستش، اصلاحاتی که هست. قیمت سقف و کف های غیر موثری داره میزنه که به اون ناحیه‌ای که مورد نظر من هستش باید برسه به اونجا و از اونجا تازه سقف و کف جدیدی شروع میکنه و میتونه مارکتو، روند اصلی مارکتو اونجا ادامه دار باشه. ببینید الان اینجا تمام کسایی که الان اینجا سل گرفتن، کسایی که اینجا سل گرفتن، کسایی که اینجا سل گرفتن، هر کدومشون، یعنی تو این ناحیه هر کسی که سل گرفته، اینو من براتون بکشم، اینجا هر کسی که، هر تریدری که اینجا روی پوزیشن سل بوده با یک کندل، نه بیشتر، یک کندل، اینجا آخرین سقفی بوده که تشکیل شده دیگه، اینجا مارکت آخرین سقفی بوده که تشکیل شده، یعنی آخرین کسایی که سقف وارد پوزیشن سل شدن روی این سقف بوده دیگه. با یک کندل تمام این استاپ ها رو فعال کرد، با یک کندل، و دوباره برگشت به روند اصلی خودش، به روند اصلاحی خودش. دوباره ببینید سقف و کف های جدید، دوباره سقف و کف های جدید، با یک کندل تمام استاپ ها رو جمع کرد، دوباره سقف و کف های جدیدتر، و دوباره کسایی که اینجا سل گرفتن دوباره با همین حرکت کل استاپ های اینجا رو فعال کرد و همینجوری داره همه رو میکوبونه تو در و دیوار، همه رو داره اذیت میکنه مارکت. روی جفت ارز طلا هم نیستیم، روی جفت ارز NZD USD هستیم، خیلی تحرک خاصی هم نداره. ولی اگر ما بخوایم اسمارت مانی رو یاد بگیریم نیاز به تمرین داره بچه‌ها. این ویدیو رو باید چندین بار ببینید و واقعا قسمت به قسمت مطالب رو کاملا نگاه کنید، برید روی چارت. من روی این دوتا آدرسی که الان اینجا دارم، هم روی تلگرام و هم روی این آدرس اینستاگرام، هم از این بعد خیلی خیلی مثالایی میذارم که نمیتونم تو کانال یوتیوب بذارم. مثالای کوتاهی رو روی همین آدرس تلگرام هم، کانال تلگرام و مخصوصا اینستاگرام هم میذارم. از فردا شروع به فعالیت میکنم که مرتبط با درس امروزمون باشه. ادامه درس بچه جایی هستش که بحث این بود که باید بدونیم قیمت تا کجا اصلاح داره. بگه به زبان ساده در بهتون بگم، خب پس جایی که قیمت باید اصلاح مورد نظرشو، قیمت به اصلاح، به نقطه پایینی اصلاحش برسه رو در اسمارت مانی باید ما مشخص کنیم که در جلسات آینده کاملا براتون بیشتر و به طور گسترده در موردش صحبت میکنیم. فعلا توی جلسه اول تنها چیزی که ما باید یاد بگیریم ساختار بازار هستش بچه‌ها. در هر تایم فریمی که نگاه کنید، چه به صورت فرکتالی بخوایم کار کنیم و چه به صورت تک تایم فریمی، ما باید ساختار بازار رو یاد بگیریم. نمیتونیم ما الان بگیم اینجا سقف موثره و اینجا کف موثر، دوباره یه بار بیاد اینجا استاپ ما رو بزنه، دوباره بخوایم اینجا بای بگیریم برگرده دوباره استاپ ما رو اینجا میزنه و همینجوری استاپ های ما رو فعال میکنه و کلا کال مارجین میشه. در حالی که ما میدونیم، در حالی که اگر یک مقداری دقت داشته باشیم و ساختار بازار رو ما بلد باشیم، میدونیم که در این رنج، در این محدوده کلا هر چقدر سقف و کفای جدیدی بزنه برای ما قابل قبول نیست و قیمت و رفتار مارکت باید خودشو به یه جایی، به یه محدوده‌ای برسونه و از اونجا شروع به
رشد داشته باشه. مثلا تو این ناحیه ما باید پوزیشن بایمون رو میگرفتیم. چرا و به چه دلیل؟ در جلسات آینده بیشتر در موردش صحبت میکنیم. اسمارت مانی فکر کنم بیشتر از 50-60 جلسه شاید هم بیشتر طول بکشه. اگر بخوایم چالش هم داشته باشیم و گروهی هم تشکیلی میشد بیشتر از 100 جلسه هم باشه، ولی بهتون قول میدم اگر اسمارت مانی رو خیلی با دقت و جزئیاتش یاد بگیرید واقعا سودده هستش. خیلی خیلی ریسک ریواردهای عالی رو میتونیم بگیریم و سودهای خیلی خیلی خوبی از این مارکت میتونیم با همکاری هم دیگه به دست بیاریم. امیدوارم جلسه اول مورد رضایتتون باشه. این ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید اگر دفعه اول از این ویدیو رو میبینید و برای بقیه دوستانتون شیر کنید. تا جلسه آینده فقط روی سقف و کف‌های غیر مؤثر روی هر تایم فرمی هم بود اصلا مشکل نداره. 4 ساعته باشه، 30 دقیقه باشه، 15 دقیقه باشه، 1 ساعته باشه، فقط ما باید بتونیم سقف و کف‌های ساختار بازار ما باید بتونیم تشخیص بدیم. ساختار بازار ما باید کاملا بهش مسلط باشیم، در چه روندی هستیم. ساختار بازار کاملا مشخص. الان اینجا نزولی هستش، ببینید اسلاش 100% پر کرده، دوباره یک کف جدیدتر و همینجوری تا الی آخر. امیدوارم این جلسه رضایت بخش باشه براتون و تا جلسه بعدی تمرینات لازم داشته باشید. قبل از پول سلامتی داشته باشین و جیبتون همیشه پر پول و سوده باشید.